المیسر. بعد میگه حالا این عداوت رو در کجا به وجود می آورد؟ زمینه این عداوت، زمینه ایجاد این بغض از چه راههای بیشتر است؟ قرآن میگوید فی الخمر، اول در شراب. چرا در شراب؟ برای اینکه شراب عقل رو زایل میکند. انسانی که در اون زمان عاقل نیست، مسلط بر خودش نیست، ممکنه یک سخنی را بگوید، حرف را بگوید، رفتار را از خود بروز بدهد که مسلطی چون بر خود نیست، اون حرکت یا اون سخن به مذاق دوستش یا اون رفتار به روحیه اون دوستش، اون رفیقش، اون همسایش بر بخورد. او به حال طبیعی ندارد. وقتی که حال طبیعی نداشت، علیاذ بالله اشاره میکنه به مثلا به مسائل ناموسی یا یک رفتاری از خود بروز میدهد که به غیرت این رفیقش بر میخوره. بعد خود به خود عداوت به وجود می آید، خود به خود کینه و بغض خلق می شود. قرآن میگوید یکی از راههای ایجاد بغض در شراب خوردنه. دو، فی المیسر، در قمار. وقتی که پای قمار به میان آمد، غرقی، انسان حالتی طبیعی نداره، تمام فکرش، ذکرش، هستیش، تمام حواسش اینه که نبازد. به کی نبازد؟ بر پول برای چند دقیقه، ولی در حقیقت خود را اون زمان میبازد، خانواده را میبازد، آبرو را میبازد، حیثیت را میبازد، ولی مثلا 10 کرون را نباید ببازد. غرق. یک زمانی در همینجا بود، در زمان سابق در نروژ دست الان که الحمدلله برطرف شده، یک صندوقایی بود که اینجا. ما یک زمانی در منطقه استونر زندگی میکردیم، در استونر الان هم هستیم، اون زمان در سنتر از اون صندوقا گذاشته بود. یک نفر را ما دیدیم که پای صندوق ایستاده بود، تلفن زنگ میزد، تلفن را اوکی کرده بود ولی پول انداخته بود، تلفن دور از بس غرق شده بود، نه تلفن رو میفهمید که چی میگه و هی مشغول بازی کردن با او بود، یا برد یا باخت. خب به هر کیفیت این قمار حالت طبیعی انسان را از انسان میگیره. قرآن میگه انما یرید الشیطان، شیطان اراده میکند و میخواهد بین انسانها اختلاف بیاندازد، عداوت به وجود بیاورد، کینه به وجود بیاورد در همه حالات. اما بهترین حالتش دو حالته. یک، در زمانی که حالت طبیعی نداره، مست انسان شراب خورده. دو، زمانی که مشغول قماره. چون وقتی که انسان حالت قمار بازی کرد، در او حالت طبیعی نداره، فرق نمیکنه. یک زمانی متوجه می شود که حتی فرش زیر پای خود را فروخته، یک زمانی متوجه می شود که حتی لباس تن خود را فروخته. من نمیخوایم بگم علیاذ بالله بالاتر از اون، نه، گاهی به جای میرسد که انسان حیثیت خود را در روی میزان و سفره قمار میبازد. خب این انسان بعدا متوجه می شود، میبینه چی کار کردیم. با آن کسی که باخته عداوت میگیرد، کینه میگیرد، حقد میورزد، ممکنه حتی روی همون سفره دست با چاقو بزند، ممکنه دست با آدم کشی و قتل و جنایت بزند و آخرش هم پشیمانی و بدبختی. این نتیجه. قرآن میگه انما یرید الشیطان، شیطان میخواهد بین شما انسانها عداوت و کینه ایجاد کند. راهش هم خمر یک، میسر و قمار دو، یعنی راههای دیگه هم داره ولی این دو راه اساسی و اصلیه. بعد چی میگوید؟ و یصدکم عن ذکر الله. حالا که این کار که شد، شما را از یاد خدا غافل میکند. حالا یکی از راههایش اینه که قمار، یکی از راههایش اینه که شراب. بعد و یصدکم عن ذکر الله، هر چیزی که شما را از یاد خدا غافل کند، هر عملی که شما را به یاد خدا نیندازد، مرگ رو فراموش کنی، خدا رو فراموش کنی، آفریننده آفرینش را فراموش کنی، خود را قادر و عالم بر همه چیز بدانی، یعنی خود را فراتر از آن که هستی بشناسی. و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة. وقتی که از یاد خدا غافل شدی، از نماز هم غافلی. فهل انتم منتهون؟ آیا شما نهی نشدید از اینها؟ آیا شما را ما نهی نکردیم؟ نگفتیم دنبال قمار نباشید؟ نگفتیم که خدا را فراموش نکنید؟ نگفتیم که نماز را به پا دارید؟ گفتیم. و چون شما نهی را قبول نکردید، رفتید دنبالش، شیطان میآید بین شما عداوت ایجاد میکند، کینه خلق میکند. این آیه قرآن بود خدمت شما عرض کردم. حالا یکی از گام‌های اصلی که شیطان برای جوامع خلق میکند و اون جامعه را به کسل و فشل میرساند، همین ایجاد بغض و عداوته. درسی که ما میخواهیم بگیریم همین درسه.
هم به عنوان درس هم به عنوان عبرت. چه کسانی برای امام حسین نامه داد؟ مردم 18,000 نامه، بیشتر و کمتر نامه داد به امام. وقتی که امام به میدان آمد در روز عاشورا، در مقابل ابن سعد امام سخنرانی کرد، خطبه خواند در مقابل مردم، در مقابل لشکریان شام. امام این سخن را گفت: هل تعلمون، میشناسید مرا؟ امام خود را در چند جا به نام مادرش معرفی میکنه که حتی او بهانه های جزئی هم نمانه. به نام پیغمبر معرفی میکنه تا مردم فردا بهانه نکنه، عذر نیاره که ما نمیشناختیم، موسی جان تو خودت رو معرفی نکردیم. یزید گفت در مقابل خارجی ما هم آمدیم، تو هم خودت رو معرفی نکردیم. ما چی میدونستیم که تو که پسر پیغمبری؟ ما چی میدونستیم که پسر علی هستی؟ اگر میگفتی معرفی میکردیم ما نمی آمدیم. یک تعداد در هر جا و در هر شرایط دنبال بهانه اند. امام حتی این بهانه را از او بهانه طلب و فرصت طلب هم میخواد بگیرد. حالا یک جایی هست در جامعه امروزی از ما و شما هست، خیلی ها نمیخواد یک کار رو انجام بدن، ولی برای خود رو توجیه کنن بین مردم در جامعه بهانه میتراشه. ما چرا به حسین کمک نمیکنی؟ چون فلانی نیست. چرا به این کار رو انجام نمیدهی؟ چون فلانی هست. چرا کاری دینی انجام نمیدهی؟ چون فلانی بود. ببینید این فلانی ها و فلانی ها و فلانی ها، یا اون زمان یا این زمان یا این سخن یا اون سخن، اینها توجیهگر اعمال و رفتار و کردار ما در رابطه با دین ما نیست. فردای قیامت از ما سوال نمیکنه که آقای صادق زاده چرا برای حسین خدمت نکردی؟ من بگم چون آقای عباس علیزاده در حسینیه بود ما در حسین خدمت نکردیم. مگر من برای عباس علیزاده در حسین نمیایم؟ من برای امام حسین در حسین خدمت بکنم، برای دینم خدمت بکنم. هر کی میخواد باشه قدمش روی چشم. درست؟ امام حسین این بهانه رو میخواست از این بهانه جوها و از این فرصت طلبها بگیره. امام چی کار کرد؟ امام فرمود: انا ابن محمد المصطفى. مردم هر کس مرا میشناسید بشناسید، کسانی هم که نمیشناسید بشناسید من پسر پیغمبر اکرمم. بعد گفت: انا ابن علی المرتضی، من پسر علی مرتضایم. انا ابن فاطمه الزهرا، من پسر فاطمه زهرایم. یک نفر بلند شد گفت: من بهتر از هر کس تو را میشناسم. امام فرمود: هل تعرفون، یقینا میشناسید؟ گفت: آره. بعد امام فرمود: لماذا، برای چی آمدید به جنگ من؟ چون که میشناسی، تو که میدانی من پسر کیم، چرا به جنگ من آمدی؟ میدونی چی گفت؟ بغضا لابیک، به خاطر او کینه‌ای که از پدرت علی داریم، به خاطر او عداوتی که با پدرت علی ابن ابی طالب داریم. ببینید انما یرید الشیطان، شیطان میخواهد بین شما عداوت ایجاد کند، حقد و کینه را خلق کند، ولو این حقد و کینه شما را از یاد خدا غافل کند، ولو شما را در مقابل پسر پیغمبر ایستاد کند. ما تو را میشناسیم پسر پیغمبری، میدانیم پسر علی هستی، میدانیم پسر فاطمه زهرایی، میدانیم بر حقی، ولی چون با پدرت در حال جنگ بودیم، از پدرت بغض داریم، کینه داریم، حقد علی در سینه ماست، آمدیم او کینه های علی رو سر تو خالی کنیم. این حرف خود این هاست. یا وقتی که خلیفه در ظاهر مسلمان، خلیفه است در ظاهر، خلیفه مسلمان است، خلیفه در ظاهر مسلمان و در ظاهر پیروز، یزید ابن معاویه علیه اللعنت والعذاب، وقتی که در سرزمین شام در هنگام قدرت سر بریده مولایم حسین را به دست میگیرد، چی میگوید؟ لعبت بالملک بنی هاشم فلا خبر جاء ولا وحی نزل. یک چند روزی بنی هاشم آمدن با سیاست و قدرت بازی کرد، حکومت رو به دست گرفت، نه پیغمبری نه جبرائیلی نه وحی هیچ کدامشان نیست. کفران و انکار رسالت و انکار وحی و انکار نبوت پیغمبر اکرم. بعد در اونجای میرسد که با چوب خضران بر لب و دندان ابی عبدالله جلو و چشم خواهر و دخترش میزند. چی میگوید؟ میگوید کاش کاش که اشیاخ من، بزرگان من، پدران من، لیت اشیاخی به بدر شهیدو، کاش بودن اونهایی که در بدر کشته شد. پدر بزرگ من کاش می بود، دایی من کاش می بود، عموهای من کاش می بود، کاش آل امیه می بود که من با سر حسین چی می کنم، با سر بریده چی می کنم.
این چوبی خزران را که بر لب حسین میزنن